در پی زنوزنی گروهی شام 14 مای با اشتراک مهاجران در ناحیه پریمورسک شهر سنت پترزبورگ روسیه، پلیس دست کم 6 مهاجر تاجیک را دستگیر کرده است. پایگاه خبری محلی 78 نقطه رو با استناد به مواد پرونده خبر داد که تاجیک‌های بازداشت شده از 20 تا 27 سال داشته در یک شرکت در پترزبورگ کار میکنند. بنا به اطلاع این نشریه 6 مهاجر تاجیک به اوباشی ایبدار می شوند و بر علاوه نسبت به 2 نفر آنها برای نداشتن ثبت نام قانونی در شهر پترزبورگ و ولایت لنینگراد نیز پروتکل مأموری ترتیب دادند. به گفته شاهدان شام 14 مای ساعت 20:20 در زنوزنی گروهی در برش کوچه های ریپیشف و وربنایا در ناحیه پریمورسک حدود 100 نفر اشتراک داشتند. برخی آنها با آرماتور و کلتک مسلح بودند. در ویدیوهای نشر شده دیده می شود که دو گروه جوانان با یکدیگر وارد زنوزنی می شوند، ولی بعد چند ظاهرا با دیدن ماشین پلیس شتابان جای حادثه را ترک می کنند. پلیس گفت در رابطه با زنوزنی شام 14 مای بر اساس قسم دوم ماده 231 کودکس جنایتی روسیه با اتهام اوباشی پرونده گشودند. همان شب 45 نفر از اشتراکچیان احتمال زنوزنی به شعبه پلیس آورده شدند. 6 نفر را بر اساس ماده 91 کودکس جنایتی و مرافعوی روسیه به حبس گرفتند. خبر دادند در پلیس سنت پترزبورگ. ظاهرا سخن درباره همان 6 مهاجر تاجیک دستگیر شده می رود. سبب زنوزنی و شام 14 مای مهاجران تاجیک با آرماتور و کلتک به مقابل کی به جنگ خیستند ناروشن باقی میماند.